این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد. گفت برای سایمه مستلوف به همی جره بگی بیا من اوجه چای خوردم کشه را خوردم تو برای من تا سکاری نرفته که من مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیوریم 10-15 منوت اکم تمام کرد. اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی به بار آورده بود. 16 نوامبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود. اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزشی می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک و بعداً استاد رحیم مصف راهبر گروهی بودند که اتنوگنیز خلق تاجیک را تیار میکردند. 3 ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند. موضوعم جشته وقتی که اعلان کردن باید خودش داشته گفت که زشتا من یانشم بودم گفتم я скажу за что ты из кожи вон лез чтобы служить а теперь такие не нужны понял همون جانشتگنده که من بگفتم میگم نه من از نیم زیاد عمر سالهای ایجادیم در خارج گذشت 25 سال قریب در مسکو و لنینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم اما من گفتم من دوا ندارم من وطن به اول خدمت نکردم لیکن این بگفتم جور شد. در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگزاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع‌های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی‌های شوروی و در صندوق‌های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه‌های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند.
این اثر را آن زمان گردش در تفکر نوی تاریخ‌نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعداً اکادمیک مصف در این روش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشارآوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی دهها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد. مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 با وجود آمده، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما به دیگر جا کوچ گرفته شد، همین راه مرزش بی‌طاقت کرد. میخواست که همین حقیقت روی آب برآورد و برای حقیقت این روی آب برآوردن بسیار کار کردن در کار بود، بسیار جستجو کردن در کار بود. تمام استرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کار بود، ادبیات های تمام اثری دیدن در کار بود. ما مثلا بایگانی های آسیای میانه، مسکو دیگر جای دیدن در کار، همین کارامو کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یکمین کتابی که وی نوشت تاریخ تبر تقسیم بود. برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعداً به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد. جنبه دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران، از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شاعرای ما از همون رسم چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیت خود فرق میکرد. رهی مصفیچ باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از خصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت و به آخر میرساند. خصوصیت اساسی بهترین وای همین بود. مصف به عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع‌گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت‌ها با رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین‌های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود: اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد. البته یگان وقت با میگن که مثلا یک کس اعضای کمیسیه بود، یک گپ گفت که همین خام کو بوده در دادن گیره و 93% سوسیون کو با دادن گیره ما چی میموند بدیم. مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاستگزاری‌های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی‌های تاریخی سیاسی تاجیکان و بحث‌های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضوع گیریش را چنین توجیه کرده بود: Независим набудем, мы независим набудем в полном смысле слова, но у нас было организовано то, что нам нужно. نشونه‌های دولتداری Ниш пайдо بود, همش пайдо بود. Но не были в полном слове независимые тоже. Это нельзя было так делать. Но это послужило потом правовой основой имрӯза ба независимость. Если пошкод мы независим шудем. Правовой основа шама вақт ташкил шуд. Агар республика توسعه نمیشد ما چی میشدیم؟ دکتر علم تاریخ عبدالله غفوروف از شاگردان مصف در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش به استالین داشت در تحقیق قضیه‌های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است. گناه پانتورکیزم کمتر است و
اینجا منفعتی رو تو جای ممکن که این نفرانی که چنین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمیک ماسف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد. سال 2016 اکادمیک ماسف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانک بحرانی شده گیر ماندند. تقدیرم پولش ما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم اما کاغذ دکمنتش در دست مردک ما حسابم نکردیم. امسال حکومت ونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک ماسف میگذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم ماسف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام ماسف و هیکل او گذاشته شود، از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان ماسف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانه موزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم ماسف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد.